دوستا و کتاب دوستای عزیز، امروز ما به شما در مورد شیوه مطالعه خود میگم که من چی قسم مطالعه میکنم و روزانه یا هفتهوار چی کتاب های مطالعه میکنم، چقدر مطالعه میکنم و به ترتیبی که مطالعه میکنم چرا به این ترتیب. عزیزان، من در طول هفته کتاب های مختلف را مطالعه میکنم. این کتاب ها اینجا بر شما قرار دادیم و بیان میکنم. کتابی که من روزانه مطالعه میکنم و بخشی که روزانه مطالعه میکنم حقوق است. چرا حقوق؟ هر روز حقوق رشته بوده به من که از طفولیت خوابش میدیدم، دوستش داشتم، عشق ما بوده و زمانی که با پوهنتون رسیدم حقوق انتخاب کردم، لیسانس و ماستری خود هم در این بخش پیش بردم. پس بر من حقوق اولویت داره، ولی حقوق همه چیز نیست. از دیگه بخش ها، از دیگه مضمون ها، از دیگه رشته ها هم بی نیاز نیستم. من من حیث یک نویسنده یا استاد پوهنتون یا یک محقق خیلی کوچک، وقتی که قرار است چیز بنویسم باید به لسانی که می نویسم به اون لسان حاکم باشم. به این خاطر لسان دری بر من حیث لسان مادری و لسانی که سالها دمی لسان تحصیل کردیم دری هست. به این خاطر من باید دستور زبان دری هم مطالعه بکنم. فعلا کتابی که در بخش دری من مطالعه میکنم به نام از فن نگارش تا هنر نویسندگی هست. 324 صفحه هست. ایره مطالعه میکنم. مشاوره ورزشی هست. من حیث یک شخصی که 17 سال یا 18 سال میشه ما ورزش میکنم، در بخش ورزش هم مطالعه میکنم. چرا در بخش ورزش؟ چون کلاب ها و ورزشگاه های افغانستان ما و شما میبینیم اکثریت اینا استادایی دارن که به طور عملی رفتن آموختن از شخصی که او هم به طور عملی آموخته و اصول و مبانی ورزش نمیفهمن، بیخبر هستن و مطالعه در این بخش ندارن یا از اسرار ورزش بیخبر هستن. ما روزمره میبینیم که وقتی که یک شاگرد افگار میشه، استاد جام میکنه که چطور باید راه حل از این چی هسته. به این خاطر اگر ما میخوایم که یک ورزشکار خوب باشیم باید خود ما پس مطالعه بکنیم، کتاب تهیه بکنیم و بخوانیم، ببینیم که بر لایزی که عملی ما انجام میتیم از نظر نظری و تئوری هم باید کامل باشیم. کتاب دیگه که من مطالعه میکنم انگلیسی هست. من فعلا کتاب آکسفورد دیکشنری مطالعه میکنم که این کتاب به شیوه انگلیسی به فارسی نوشته و تهیه شده. هر زمانی که من میخوایم یک عنوانی را بپالم و مطالعه بکنم و مقایسه بکنم، به شیوه مقایسوی تطبیقی پیش برم، من به لسان دیگه نیاز می داشته باشم تا ببینم که در اون لسان یک عنوان حقوقی چگونه هست و اون لسان بر من انگلیسی است. به می خاطر من انگلیسی مطالعه میکنم تا یا ضعیف نشه انگلیسیم و یا تقویت هم شوه. به می خاطر انگلیسی که من انتخاب کردیم دیکشنری آکسفورد است. ولی دری چرا مطالعه میکنم؟ دری، دستور زبان دری، یک مزیت مطالعه من ای هست که وقتی من افهام و تفهیم میکنم، اگر دستور زبان دری و زبان خودم بلد نباشم، آشنا نباشم، افهام و تفهیم درست و زیبا، مقبول، قابل درک نمیتونم. کیفیت کاری من پایین میآید. به این خاطر ناگزیر دری هم باید مطالعه بکنم. ولی این رشته ها و بخش های مختلف من چه قسم مطالعه میکنم؟ هر روز؟ نه، هر روز مطالعه نمیکنم. به دو شیوه من مطالعه میکنم. به طور مثال بر خود هدف تعیین میکنم، میگم 50 صفحه که از حقوق مطالعه کردم، حقوق کنار بانم، بیایم یک مقدار از ورزش، دری و انگلیسی مطالعه بکنم. و یا شیوه 50 صفحه نه، شیوه هفتهوار. مثلا 7 روز حقوق مطالعه میکنم، در روز هفتمش که بر من جمعه باشه
حقوق کمتر مطالعه میکنم، ولی به مطالعه حقوق خود نمیمانم. بعد از اون میایم بخش ورزش دری و انگلیسی را مطالعه میکنم. ولی این 4 بخش تنها بخش های نیست که من مطالعه میکنم. من 2 بار کمره خواندیم، 1 بار در افغانستان و 1 بار هم از هند اسناد دارم. به این خاطر در بخش کمره هم میرم یوتیوب جستجو میکنم، عنوانهایی را که نو باشه، جالب باشه یا مشکل داشته باشم مطالعه میکنم و در مهارت عکاسی و فیلمبرداری خود میافزایم. بخش دیگه که ما نیازمند هستیم و از نیازهای عصر امروز است، بخش رانندگی هست. من دوست دارم ایره هم همون رقم یا 50 صفحه بعد از حقوق یا هفته 1 بار چند عنوان در بخش رانندگی از یوتیوب جستجو میکنم و مطالعه میکنم. اما چرا این حرفا رو بر شما میگم؟ شما هم در صورتی که نیاز دارین و بند میمانین و مورد استفاده تان میباشه رشته های مختلف، اینا را اولویت بندی و طبقه بندی بکنین. ببینین که بیشترین سر و کارتون با کدام رشته هست، همون رشته را بیشترین زحمت و وقت برش تخصیص بدین و بخش ها و رشته های دیگه که بر شما اولویت نیستن در قدم و گام ثانی بگذارین. مثل که بر من گفتم ورزش، انگلیسی، دری، کمره و رانندگی بوده. این رقم شما میتونین که تمام رشته ها را پیش ببرین و خود تقویه و تازه داشته باشین و فراموشتان نشه و ارتقا هم بکنین. به این شیوه شما میتونین که تمام مهارت هایتان حفظ بکنین. تشکر از توجهتان. همیشه درس خوان و ورزشکار بانین.